او روزی که جنازه شما را در تابوت میگذارند و غسل میدهند و به قبرستان حرکت میدهند، او روز در نظر بگیرید، او روز تصور بکنید. او روزی که شما را در قبر میگذارند، مادران، خواهران، برادران و سروران، یه روزی خواهد رسید که من و شما عازم قبرستان میشویم و عازم ملاقات رب العالمین میشود. والتفت الساق بالساق الى ربك یومئذ المساق. الله یه تصویری گویا کشیده و بیان زیبایی کرده است که پاها با پاها میچسبند و دستها را به کناره میگذارند و سر ما را راست میکنند و دهنمون که باز میشه بندی بندند، چشم که بالا میشه چشم هنگام موت میبندند. این آقا کجا عازم سفره داره، کجا میرود؟ این خواهر محترمه، این زن مسلمان کجا داره میرود؟ الله میگن الی ربک یومئذ المساق، به سوی الله در حرکت شد. این آمده بود برای آزمایش و امتحان، آمده بود برای بندگی. همه ما را الله با بدی و نیکی آزمایش میکنه.